نگاه کن ببین چربی رو انداختم رو آتیش همچین گوش بلند شه که گوش به دماغ بعضیا بخوره همچین حالی بالی بشد. اونایی که خونه بغلیان حال میکنن. به پس به افتخار خودتون و خونوادتون کف مرتب بزنید. بوده بیا کباب دارم. حامد ماما فسنجون بار گذاشته گفته ما هم بیاییم. بذار بار بذاره ما که کبابمون به راهه. ببینی یه مقدار فکر کنم دیر کردی چون آقا منصور کلی زحمت کشیده. نه بابا نکنه. چه زحمتی این حرفا چیه؟ راحت باش بابا. آخه مامان دعوت کردی. واقعا دعوت کردی؟ ناراحت میشه. خب اگه اجازه بدی منصور جان اگه اجازه بدی ما از این کباب بخوریم بعد بریم فسنجونم بخوریم. نه دیگه اگه فسنجون به درد نمیخوره همین کبابو میخوری. خب نه دیگه هم کباب میخوریم هم فسنجون دیگه. نه دیگه یا کباب یا فسنجون. تصمیمتو بگیر. یادته. آره یادته که کباب میخوری. مامان ناراحت میشه. فسنجونش ناراحت شه. جا افتاده. خب چون آقا منصور فسنجونش جا افتاده و اینکه برایش خانم یعنی ناراحت میشه اجازه بدید ما بریم برای بعد کباب میخوریم. گفتم شما کباب میخورید. کباب منم وایس کجا داری شما کباب میخورید؟ آقا منصور زشته من بعد اینم کباب گفتم صبر کن من کلی زحمت میکشم شما کباب میخورید. حامد زشته بیا. گفتم شما نمیرید بخور کبابو بخور. گفتم کبابو نخوری. من نمیذارم. وایسا آره خلاصه این که دست منو به زور گرفته بود میگفت نمیشه باید اینجا کباب بخوری. گفتم نه خواهش میکنم دست منو ول کنید. من از اون آدمان نیستم که مادرزن رو ول کنم برم پیش پدرزن. حالا راستشو بگو از ترس مادرزن اومدی یا اینکه عاشق فسنجونی؟ نه اصلا ترس مطرح نبوده. ببینید رابطه من با مادرزنم فقط احترامه همین. بعد در ثانی من واقعا اطلاع نداشتم که غذا فسنجونه. به حامد من که بهت گفتم که من میگم موضوع رو از این پیچیده تر نکنیم ها. آره بابا الان مهمترین موضوع اینه که این فسنجون داغ و از دهن میفته. خواهش میکنم بفرمایید فسنجون. نخور حامد. چرا؟ نه تو اون بشقابه یعنی نخور. آخه ببین این جهیزیه مادرجونه مثل یه سند خانوادگی میمونه. اصلا این اینجا چیکار میکنه؟ نمیدونم والا. چجوری اومد اینجا؟ نمیدونم. 30 ساله عین چشم ازش مواظبت کردم. از موقعی که شما پا گرفتین این بشقاب همینجوری تو دست و پاست. حالا جوش ندارم. خواهش میکنم نگران من نباشید. برای من اینجا یک بشقاب هست. میخوای من برات بکشم؟ سلام. خسته نباشید. آماده شد کباب. عجب کبابی. جون میده با فسنجون. چجوری اومدی تو؟ مگه در باز بود اومدی تو؟ آره کلید زاپاس داشتم برای روز مبادا. امروز روز مباداست؟ پاشو جمع کن بردار غذای کباب سوختت ببر تو واحد خودتون. نیم ساعت پیش کی تو حیاط خلوت داشت بر من کرکری میخوند؟ آقا ها؟ کی بود؟ به چه کبابی آقا اون سیخو بده ببین چه گوجه فرنگی 7 تا همسایه اونورتر داشتن میشیندن. پاشو بعد تو خونه خودت بخور. داشتم شوخی میکردم تو شوخی حالیت نمیشه. من که کباب تنهایی از گلوم پایین نمیره بابا. شوخی نکنی. پاشو گفتم پاش بر تو واحد خودت. مامان بذار دوره همین داریم غذامون رو میخوریم. خیلی خوب بگی بشین فسنجون تو بخور. بشین میرم این کبابو میخورم رودل میکنم و میمیرم از دست شما راحت میشم شما هم از دست من راحت. نمیخواد اینا رو بخوری. همش زردار خالصه سوخته اینا. باشه سوخته. میرم من بذارم اینجا. گو کشید من لب بپسید. نه نرین دیگه بابا. من نمیخورم. جونه من بخور. من عاشق گوشتم بخور. ماستم برداریم. ماستم بخور. منصور جون بی زحمت یه دونه از اون گوشتا رو برای من محبت کنم. یه دونه دیگه گوش خیلی کم داشت. واقعا دستتون درد نکنه. غذا بسیار خوشمزه بود و چسبید. نوش جونت حامد جان. چرا اینجا بایستادی؟ آب میخوام. آب میخوای؟ تو یخچال هست.
آب خنک. آب خنک توی یخچال هست، فردا بخور. نه شوخی کردم، آب خنک نمیخوام. خواستم به یه بهونه بیام پیشت باشم. ولشون کن. شکو میگم که فسنجونت خیلی عالی بودا. نوش جونه. خیلی خوشمزه بود. اصلا تو این 30 سال تو هر روز که میگذره دستپختت بهتر میشه، منم بهتر علاقه من میشم. شکو ولش کن. امروز من میخوام ظرفا رو بشورم. نه بابا بچه ها میان کمک میشورن. نه بابا بچه ها تا بیان من ظرفا رو شستم. شما برو برای خودت یه دونه چایی بریز، تازه دم کردم. خب حالا چایی میخوری؟ نه جون من، جون شکو. ببین شکو، من 100 دفعه بهت گفتم این مواد شوینده پوستتو خراب میکنه. بذار من بشورم دیگه. عیب نداره. آخه شما چرا بشوری؟ حالا یه ناهار خوردی میخوای ظرف بشوری. من از این مردایی نیستم که من بعدم بیاد از این کارا. بذار من بشورم. منصور جان خودم میشورم. آخه اصرار نکن. نه خراب میشه. نه خودم میشورم. پوست خراب میشه. خواهش بده بابا ول کن دیگه. عذر میخوام، ولی این ظرف همون ظرف ارزشمندی نبود که خیلی نگرانش بودی؟ حامد پاشو وایسا زن. دیدی چی کار کردی؟ اصلا ناراحت نباشی شکو، خواهش میکنم به خودت فشار نیا. خرجش فقط یه چسب دوقلو. اون چسب دوقلو تو سرت بخوره. چسب دوقلو به چه درد من میخوره؟ میدونی چی کار کردی؟ میدونم 12 تومن از این تو جهیزیه آوردم، یادگار خانوادگی من بود. 11 تاشو زدی شیکوندی، یکی هم زدی شیکوندی که چی؟ ببین شکو، من که مقصر نبودم، هر دوتایی مقصر بودی. تو ول نمی‌کردی، من فکرم تو داری، منم فکر کردم تو اصرار میکنی بدم آخه ظرف بشورم. آخه تو عرضه ظرف شستن داری. آخه تو چه عرضه‌ای داری؟ می‌خواستم کمک ای داده بر من. حالا بذار من اینو منصور 30 سال خستم کردی دیگه. بذار اینو بچسب. 30 سال بدبختم کردی. آخه چه عرضه‌ای تو توی این خونه نشون دادی بر من؟ چی کار کردی توی این خونه؟ هر روز همه چیزو زدی خراب کردی. هر کاری اومدی بکنی خراب کردی. بچه شکو جلوی بچه آبروریزی نکن. کو بچه کو؟ من اینو میچسبونم از روز اولش بهتر میشه. اون از بی‌عرضگی‌هایی که تو خونه راه و نیمه راه داری بر من انجام میدی. اون از تو ادارت آقا. اون از تو ادارت که هیچی نشدی. اصلا میدونی چیه؟ نه حق گرفتی. میدونی چیه؟ نه اضافه حقوقی گرفتی. بس کن. حرف بزن دارم حرف میزنم باد منصور. حرف نزن. کاش که این زبون من سر عقل مار زده بود. تیکه تیکه شده بودم به تو بله رو نمیگفتم. من حروم شدم. حیف از من که بعدم با تو زندگی کردم. دست با شلفتی. شکوندم که شکوندم. خوب کاری کردم. بازم چیکار میکنم؟ بازم میشکنم. دیگه شورشو در آوردی. من لیاقت ندارم؟ نه. من بیورزم؟ منم میرم بس یه حبو میارم سرت که لیاقت داشته باشم. خودتون شاهد بودی که مادرتون شروع کرد. با شما هم. اگه من فردا زن گرفتم بعد اون وقت نگی که چرا بابا رفتی زن گرفتی. من اگه سر مادرتون حبو نیوردم اون باز با دیگه چی بگید. چی شده؟ خانم بازرگانی چی شده؟ چرا ناراحتی؟ آقای مرادی. آقای مرادی چی؟ آقای مرادی چی خانم بازرگانی؟ آقای مرادی رفتن. آقای مرادی مردن؟ آقای مرادی مرد؟ ای وای آقای مرادی مرد. ببینم ای وای بیچاره مرادی جوون بودا. آقای جمالی آقای مرادی که اینجا سر ما رو گنده نشسته که پس چی شده؟ چرا ناراحتی؟ فقط گاوش زایده. گاو؟ یعنی چی؟ آخه یه نامه از طرف هیئت مدیره اومده که یه سری کارمندا رو میخوان تعدیل کنن، یعنی اخراجشون کنن. پس گاو هممون زایده که؟ نه فقط گاو آقای مرادی زایده، چون تو نامه ذکر شده کارمندای زیر لیسانس با سابقه کمتر از 5 سال میخوان تعدیل کنن. پس خدا رو شکر.
مرادی و زایده. گاوت تعدیل شدیم رفت. ما همیشه به یادت هستیم اصلا مثل تو. توی این شهر غریب من بدون تو نمیمانم، من بدون تو نمیمانم. خلاصه جمالی موندم چیکار کنم؟ مادرم اگر بفهمه که من دارم تعدیل میشم دنیا رو سرم خراب میکنه. این داداشه رو 2 مرتبه میکنه رو سر ما، هی ما رو تحقیر میکنه. مثلا نگاه کن، یه مش آدم علاف بیکار، اون وقت ما که صبح تا شب داریم کار میکنیم باید تعدیل بشیم. صدا رو چه صدا زایه‌ای هم داره. بابا اینا علافای محلم. بریم اینجا وانسیم، بریم مرادی جون. عجب. حالا قضیه من درست برعکس تو. خانومم از خداشه که من از اداره اخراج شم، برم خونه بگیرم بشینم، هی دستور بدم اونم بگه چشم. الان بری خونه بهت چای قمپلو میدن؟ کجاشو دیدی؟ یک پذیرایی میکنه. حتما غذای درست حسابی هم بهت میدن. خفن. این یارو چه صدای بدی داره. ببینم غذای درست حسابی به منم میدن؟ اساسی؟ خب پس پاشو بریم. کجا بریم؟ بریم خونتون دیگه. که چی بشه؟ دیگه بشیم بابا. بریم صفا، بریم چایی بخوریم، غذا بخوریم. جمال جان میدونی من هنوز افسردگیم خوب نشده. ببین مرادی جون، من یه مشکلاتی دارم، باید اون مشکلات حل بشه. اینجوری نمیتونم. خب من دیگه باید برم دیگه، دیرم هم شده. خب میبینم کجا بری؟ صبر کن با هم میریم. اصلا میریم راجع به مشکلات تو صحبت میکنیم. خوبه؟ ببین ممکنه خانومم خونه نباشه، اینه که شرمنده تو بشم. حالا بذار دفعه دیگه. بابا جمالی من که غریبه نیستم. خانومت نباشه 2 تا غذا بیرون میگیریم با هم میریم. محال من بذارم تو تنها بریم خونه. بذار دفعه دیگه. آره غیر ممکنه، با هم میریم. بریم بابا. بیا تا با هم باشیم، اسیر رویه ها بشیم، ما برای هم دیگه ماهی و دریا بشیم. عجب خونه زندگی. گل و گلکاری و خودت به اینا میرسی یا باغبون داری؟ بابا ساکت بابا. چیه مگه واسه چی؟ اسیری مگه داری میبری؟ بابا این همسایه‌های ما حساسن، سر صدا را بیفته شاکی میشن. ساکت. خیلی خوب. نگاه این درخت‌ها ما رو کی کشت؟ بابا چیکار داری به درخت‌ها؟ برو نگاه کن تو رو. اونو چیکار داری؟ این همه گل و گلکاری بعد به این نمیتونیم برسیم؟ بابا یه خود آب باید بدیم. این چیه جمالی؟ تو خسته نمیشه از خروس؟ اداره مرغ و خروس، اینجا خروس. مرغه رو نگاه. چه خبرته اینقدر سر و صدا رو انداختی؟ من تا وقتی شما رسم شوهرداری رو یاد نگیرید حرف نمیزنم. با کی بودی؟ با هیچ کس. با کی داشتی صحبت میکردی؟ من با خودم. اون چیه؟ اون چی دستته؟ این غذاست. خب چه 2 تاست؟ ولی که ما دیگه میخواییم مستقل باشیم دیگه. ما یعنی کیا؟ ما یعنی خب من و خودم، یعنی دیگه از این به بعد دیگه من ما هستم. چرا؟ طرف خانومت بود؟ آره یه چند تا دستور بود بهش دادم که بره انجام بده. تفلکم میخواست چی شام درست کنه و منم چی گفتم که برو بابا برو، عین بچه‌ها داری به این محبت میکنی، برو بذار من راحت باشم بابا، بذار به کارمون برسیم. ببینم اینجا گاز پیکنیکی هم داری؟ نه منقل داری. اونم واسه چی میخوا؟ هیچی، همینجوری پرسیدم واسه جوجه کباب. اون قرار و عهد و پیمان ها چه شد، نوبت وصل من و یا
فعلا زوده، بذار حالا جابجا بشیم بعد اشغال. ببین اونجا نشیم، اون شله، اون امانت. بابا امانت مال پسرمه، میاد قر میزنه اونجا نشیم. اون اینجا چهارپایه هست، بشین رو چهارپایه. بیا اون دست بیا یه غذاتو بخوریم اونجا نشین. خواهشن ها. ببخشید مرادی جون. یه چهارپایه هست اونجا، الان دوشک هم برات پهن میکنن. بگی بشین اونجا. بیا اینا رو بگی که من ردیف کنم. یعنی چی ماما؟ چی یعنی چی؟ من میگم 2 تا غذا بود تو پلاستیک گذاشته بود، 2 تا نوشابه رو اون غذاها گذاشته بود. خب چرا مادر من همیشه نیمه خالی لیوانو میبینی؟ شاید دیگهش واسه شام فردا شبش. بابا اونو خاموش کن، من نمیفهمم اصلا تو چی میگی. بعدشم به جایی که به خودش بگه من، میگفت ما. چه خاکی تو سرم بریزم. آها پرستو، میگم تو به هوایی که پاشی بری اونور یه جارو پارو بخوای بکنی یا بگو بابا خونت کری کثیفه، اومدم یه جارو برقی بکشم ببین اونور چه خبره. من؟ نه خیر، پس من اصلا دلم نمیخواد چشمم تو چشم اون سرکار خانم بیفته. مامان کدوم سرکار خانم؟ پرستو جان بس کن، برو یه نوک پا ببین اونجا چه خبری، بچم نذاری کف دست بابات بگی مامانم من فرستادم. من دیوونم؟ نمیدونم والا. بابا باز تو روی مبلا نشستی مرادی، بلند شو گفتم بابا اینجا نشید، این مال پسرمی که خارجه میاد ناراحت میشه اونجا. پاشو چهارپایه است بلند خیلی راحت بشه مواظبم. جونو من بلند شو برو، اینجا این خراب میشه، این وسواس داره پسرم. بلند شو گیر نده دیگه، ما ناسلامتی، ما افسرده ایم. پاشو برو یه دوش بگی اصلا ها، برو آبم گرمه، دوش بگی سبک میشی. بلند شو الان وقت زیاده میرم. حالا بذار یه خود من از این فکر تعدیل لعنتی در بیام. چشم. بس اون جوراب تو در بیار خواهشن، اگه میشه در بیاری جوراب تو. چشم در میارم رو چشم. چه بود بدی از تو خونت میاد؟ آره چی؟ خیلی بوی بدی میاد، فکر کنم دستشویی گرفته. آره چیکار داری؟ چی مامان گفت بیام خونه رو جارو برقی بکشم. که چی بشه؟ که من بفهمم تو این خونه چه خبره. بعدش هم گفت که یه جوری برخورد کنم نفهمی شما من جاسوس مامانم. برو پی کارت. خیلی خوب شما حالا برو، من میخوام جارو برقی. میگم برو، نمیخواد، لازم نکردی. برو پی کارت، لازم نکردی. میخوام بکشم. نمیخواد دختر، نمیخواد شما تمیزه. برو. میخوام جارو برقی بکشم. برو شما. میگم نمیخواد، میگه میخوام جارو برقی. اتاق من تمیزه. برو پی کارت. جارو برقی بکشم. میگم برو پی کارت. این دیگه چی شد پرستو؟ هیچی. نذاش برم تو. نذاش بری تو؟ نه. ببین یه انقدر عرضه نداری، آخرم باید خودم دست و پات هم نمیتونی تو جمع بکن. پاتو جمع بکن. خوبی؟ خیلی. میگم به خانومت بگو که یه چایی برداره بیاره، بعد از میوه میچسته. بابا دیدم جوشیده است، گفتم تازه دم بیاره. نمیخوای اون جورابو در بیاری؟ چشم در میارم. بله. منصور در باز کن. دستم بنده. بهت میگم در باز کن. بهت دارم میگم دستم بنده. منصور. بله. کسی پیشته؟ نه ما تنهاییم اینجا. ما؟ آخر کار خودتو کردی؟ آقا حامد، چند دفعه من باید به شما بگم تو ساختمون جای سود زدن نیست ها؟ من عذر میخوام،
واقعا نمیتونستم حدس بزنم که همون زمانی که من دارم سود میزنم شما دارید اینجا زار زار گریه میکنید. منو ببخشید. کجا من دارم زار زار گریه میکنم؟ خب درسته، اما ته صداتون یک بغضی که هر لحظه ممکنه بترکه و همینجوری گریه کنید. خوبه هیچ بغضی هم نیست و نمیخوادم بترکه. من گریه نمیکنم. ولی خط زیر چشاتون چیز دیگه یا نشون میده. قصه ها رو نشون میده. غم. معلومه خیلی گریه کردید. راست میگی؟ بله. معلومه دارم گریه میکنم. کاملا تابلوه. میدونید منصور بدبر شدم، بیچاره شدم. شما الان حالتون خیلی بده. من فکر میکنم برید داخل یه آب قندی چیزی بخورید. بذار من صداشون کنم. رعنا، پرستو، رعنا. شما مردا همتون بدی، اصلا احساس ما رو درک نمی‌کنی. درسته همه مردا، البته دامادتون من فرق دارم، یعنی من فکر کنم اونجوری نباشم که شما فکر میکنید. میدونید ببخشید. بفرمایید داخل. پرستو. جواد جون بیا دیگه بابا، ما اینجا مهمون که نیستیم که. بفرمایید. ببخشید این چای خشکمون تموم شده. از این چای کیسیه یا انداختم. این حرفا مهم نیست جمالی جون. مهم اینه که اینجا داره خوش میگذره. خب خدا رو شکر. حالا که بهت خوش گذشت چایتو خوردی برو خونه باشه. برم؟ آره میگم داره خوش میگذره. تازه خود داره از این افسردگی کم میشه. کجا برم؟ آخه چرا بهت خوش میگذره؟ اینجا مگه چی داره بهت خوش میگذره؟ جمالی جان خودت با صفایی، هم خودت، همین خونه زندگی، جا به این قشنگی، دلبازی، خونه به این باحالی، همه چی هم هست. کجا برم؟ آدم اصلا میاد اینجا دلش نمیخواد بیرون بره. جمالی این یارو چیه بغل تلویزیون؟ یارو خودتی. این هنوز رو دستش نیومده. پلی استیشن و ایکس باکس و نم سگا مگا باید همه برن جلو بوق بزنن. خب حالا چی هست؟ این آتاریه. بیا این ور اداله نشون میدم. آتاری؟ آره اینقدر باحاله. یک بازیایی داره. صبر کن. این دست نزن. صبر کن الان برات ردیف میکنم. مامان جون قربونت برم بیا بخور فدات شم. مادر مردم از بس آب قند خوردم. این 4 لیوان آب قنده داره به من میده بخورم. خب به من چه مامان جون؟ حامد هزی چشی چه شب رو میاد باز آب قند به خوردتون بدم. بیا ببینید من فکر میکنم این آب قند براتون مناسبه و براتون خوبه. اگر اینو نمیخوردید شاید تا الان مرده بودید و یعنی اینکه در این دنیا نبودید. این یه واقعیته. امیدوارم هیچکی به سرنوشت من دوچار نشه حامد جان. ای ماما حالا دیگه شلوغش نکن دیگه. شما چیزی نشده که. شاید همش یه نوع توهم فانتزی باشه. این توهم فانتزی چیه؟ توهم فانتزی؟ اینقدر بر من خارجی صحبت نکن. ببین پرستو خانم، شما ما مردا رو نمیشناسید. ما مردها بسیار آب زیر کاه هستیم. ببینید شما شاید، ولی راجع به بابام درست صحبت کن آقا حامد. البته سوء تفاهم نشه، من در مورد همه مردها فقط دارم صحبت میکنم. اتفاقا راست میگه پرستو، تمام مردا قابل اطمینان نیستن. البته به جز دامادتون، یعنی من فکر کنم نه اتفاقا آب زیر کاتر از تو خودتی. من منصور رو دارم میگم، اهل این حرفا نیست. تفلکی. عجب. پس اجازه بدید من یک توضیح کاملی و یک بیوگرافی در مورد خودم بگم، چون خیلی بهم برخورد. ببینید من شخصی بسیار درستکار و خوبی هستم، یعنی انسانی مناسب، شوهری خوب. ببینید همسر من صبح تا شب میره سر کار و من داخل خونه هستم، به اصطلاح جوانای امروزی مکان. اما من داخل این مکان دوستانم رو دعوت نمی کنم، بلکه این من هستم که تغییر مکان میدم و به پیش دوستانم در داخل پارک میرم. و اما در مورد خیلی از خانوم ها که خیلی خوشخیال هستن و فکر میکنن همسر مناسبی دارن، بعداً متاسفانه شناسنامه همسرشون رو، یعنی شناسنامه رو که نگاه میکنن میبینن بله اسم زن دومشون هم داخل شناسنامه است و این خیلی غم انگیزه. میدونی اینی که واقعیت اینجوریه دیگه. پرستو
میگم خدایی نکرده زبونم لال. بابات نرفته باشه زن گرفته باشه. مامان حامد دقیقا دست رو توهم مامان من نذارا. مامان این افکار فانتزی رو از سرت بریز بیرون. ببینید پرستو خانم، سعی نکنید چشم مادر رو از روی واقعیت ها ببندید. در چنین سن و سالی آقایون هر کاری ازشون برمیاد. میدونید واقعا زندگی منشوری است دوار که به حرکت در به اجازه بدید توضیح بهتر بدم. ببینید زندگی دقیقا مثل همین سیبی میمونه. اگر ما این سیب باشیم در حال گردشیم و دائما میگرده و واقعا ببخشید. جمالی بده دستم من بازی کنم. صبر کن بابا صبر کن. پاس بده. پاس بده. بابا نوبت منه دیگه. عشق من کاکا اومد. برو جلو الان دیریب میکنه. اینم دیریب برو پاس بده. برو بزن دیگه. بزن. آها برو بزن. شد. حالا نوبت منه. بده من. بابا یه دقیقه صبر کن بابا. این لولی که هست کارتون نیستش. صبر کن کاکا. آخ نشد دیگه. اینقدر حواسمو پرت کردی نتونستم گل بزنم. بابا تو که یه دست باختی. حالا نوبت منه دیگه. همینجا اضافه بر سازمان بازی میکنی. خیلی بو میدی مرادی. مامانت حق داره بهت گیر میده. پاشو برو دستشویی پاتو بشو جورابت هم بشو بابا. پاشو برو. بعد میدی بازی کنم. آره میدم بازی کنی. برو مردونه. آره بابا مردونه. کلافه شدم از این بو. برو. خب کاکا بیامینم. کاکا چی کار میکنید؟ میبینی؟ بی معرفت تو خونه است و هر چی در میزنیم در باز میکنه. اینقدر در رو بزن تو باز کنه. آره. چه خبره؟ مگه سر آوردی شوکو خانوم؟ منصور جون من حامدم و اینم دوست بسیار عزیزم جهان. هر کی میخوای باش. چی کار داری؟ ببین من یه توضیح در مورد جهان عزیزم بدم. جهان ورزشکار، بچه پر با سواد، بچه فوق العاده خوب و متین و با معلوماتیه. میخواد اینجا مستاجر باشه منصور جان. این باید اجاره رفته. ببرش بالا رو نشون بده. بفرمایید. ببین این پاش زانوش مشکل داره نمیتونه طبقه رو بره بالا. اگه اجازه بدی اینجا رو ما نگاه بکنیم دیگه. اون ایشگه به من مربوط نیستش. گیر نده داداش. بذار بیام توی تمام اتاقا رو بگردیم بلکه به وطن بریم. این چه طرز صحبت کردنه؟ نه این نوع صداش اینجوریه. بچه فوق العاده خوبیه. اگه اجازه بدی ما یه گردشی تو بکنیم. گفتم اینجا اجاره رفته. من قول میدم این اجاره مصادره باشه. بفرما داشتم من. یعنی چی میشه مامان؟ خدا کنی یه توهم فانتزی باشه. برو کنار برم بالا. چه گندی میاد. آره چای دستشویی گرفته. خب حالا که همه رو دیدین اگه کارتون تموم شده بفرمایید خواهش میکنم. پس برو اتاقا رو یه نگاهی بکن. نه دیگه حامد جون. بوگند داره حالمو بد میکنه. خب پس من برم اتاقا رو یه چک بکنم ببینم که تو واسه چی ببینی؟ این باید ببینه. ضمناً هم این باید اجاره داده شده. بفرمایید خواهش میکنم. اجازه بدید پس من این دستشویی هم یه نگاهی بکنم. دستشویی که دیدن نداره. بفرمایید آقا. میخواد خونه رو عرض کردم این باید اجاره داده شده. بفرمایید وقت منم نگیرید. پس بذار یه چیز بگم. زندگی را باید برو بابا زندگی رو بفرمایید آقا. خب هم جورابمو شستم هم پاهامو. حالا دیگه نوبت منه. من بازی تموم نشد. حامد چی کار داری میکنی؟ این تابلو خیلی کج بود. دارم کاملا صافش میکنم. ببین این الان خوبه؟ آره خوب شد. نه اشتباه کردی. من داشتم تو رو تست میزدم. این تابلو کاملا کج بود. حالا تابلو درست میشه ببین. خوب شد دیگه. مامان قربونت برم اینو بخور فدا چون واسه مادر جون 1001 مرض خودم دارم. میخوای فردا مرض قندم بگیرم؟ ببینید اتفاقا این آب قند باعث شده که تا الان به حرکت عذر میخوام. اگر نمیخوردید ممکن بود چشم از جهان به فرو بمندید. عذر میخوام. حامد اصلا تو مطمئنی که حالا یکی تو دستشویی بود؟ شاید نبوده ها؟ نه 100% مطمئنم. رو چه حسابی؟ رو حساب حس ششمی که دارم. ببینید
میدونید هر انسان دارای احساسهای مختلفه. حامد جان بسه. ببینید حس اول بسه دیگه. بله من عذر میخوام. اصلا میدونین چیه؟ هممون باید با هم بریم اونجا رو بگردیم. چشم مامان جان میریم. کلید پیش توئه؟ کلید نه اون دفعه من دادم سردم دست رعنا. ها من دادم حامد. من دادم به پرستو. نه بابا ای بابا بس کنین دیگه. حامد نگاه کن گیر چه دیوونه های من افتادم. من از طرف این ستا از شما عذر میخوام. 2 تا. خودمون ستا. خوشحال حال کردی؟ بگی یه کورنل بگیری ها. یه کورنل. من نمیتونم بخوابم با این سر صدا. لااقل صدای رو قطع کن. بابا بی صدا که بازی حال نمیده. با میشم جمع میکنم دستکارا. مرادیا. با میشم جمع میکنم. خیلی خوب بابا خیلی خوب. صبر کن این کورنل رو بزنم. بیا بابا این صداش هم کم کردیم. خیالت راحت شو. دور کن دیگه گل. اینجوری بازی حال نمیده. برش دارم همه شو ببرم یه جای دیگه. الان تا صبح راحت بازی میکنم. این چی بود دیگه؟ بابا که نبود. اجازه بدید من براتون توضیح میدم. ایشون همسر جدید جناب آقای منصور خان هستن. حامد مرد بود. چی میگی؟ فکر کنم دوست بود. وای خدای الهی من مرگم. نکنه رفته باشی یه بلایی سر منصور آورده. حامد یه کاری بکن. خب چرا من؟ خب ناسلامتی مرد خونه توی دیگه. خب واقعا میدونید من همیشه طرفدار تساوی بین زن و مرد هستم. خب نه که میدونید و البته میخوام این نکته رو اشاره کنم. میدونم بعد موقعی هست ولی انسان از بد تولد گاه آقا حامد بس کن. هی از بد تولد گاه بگاه. من فکر جون منصور هستم وقت تو وایساد اینجا دارن ما سخنرانی میکنی. کاری بکن دیگه. من فقط عذر میخوام ولی شما میخوام بگم اصلا نگران حال آقا منصور نباشید. ایشون حالشون بسیار آخه تو از کجا میدونی؟ یک لحظه سکوت کنید. حالا گوش فرا دهید. خدا رو شکر لااقل سالمه. بادمجان بم. پس زنش کو؟ تو منو به این گندگی نمیبینی اینجا وایسادم؟ نه زن جدیدشو میگم. کجاش خنده در آقا حامد؟ میخندی؟ من از میخوام دوستو چه کنیم؟ نگاه کن چه راحت و آسوده خوابیده. اگه دنیا رو آب ببره این باباتون رو خواب برده. انگار نه انگار دوست اومده تو خونه. ولی سالمه. منصور من که با این حرف نمیزنم. میدونین که من باش قرم. یه تکونش بده بیدارش کن ببینم. منصور جان منصور 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 جان بخوابم جون سمیان جان. منصور منصور پاشو تمام زار زندگیمونو دوز برد. دوز کو بدونید ببین پرستو من و حامد گلک میزنیم میریم تو. به مزی که این اومد بیرون با چوب میزنیم. آقای عزیز به نفته که خودت بیای بیرون. اگه میبینی نمیتونی بیای بیرون پس اجازه بده ما بیایم تو. من که اصلا نمیرم تو میترسم. این راه که تو میروی ببین سعی کن که خودت بیای بیرون. در غیر این صورت ما به پلیس و هیچ پلیسی اطلاع نمیدیم دوست عزیز. راست میگه. ببین چی بهت میگیم. ما قول بهت میدیم که آزاری بهت نرسونیم. مرادی توی نه چی شد؟ چه دیگه؟ مرادی شکست کردی.
آخ سرم، آخ کمرم، بهتری مرادی؟ آره خوبم، ولی ماشاءالله عجب زرد دستی داشته. به جون خودت خیلی شرمنده شدم. یه پوماده آوردم که پشتو چر کنم. ببینم این خانومی که زد تو کمرم کی بود؟ دخترم. خب چرا رفت؟ خب رفتم بخوابم دیگه. عجب داستانی شده بودا. خانومم فکر کرد هبو سرش آوردن. عجب. ببینم ایشون ازدواج کردن؟ کی؟ دختر خانومتون دیگه. نه. چقدر خوب. شهر چارخونه یه خونه است که تو چشما 4 تا میشه، 1000 برجم که باشه چارخونه بیشتر نمیشه.